استاد جان امی یه زنک میگو که وقتی که شوهرم حقارت میکنه ای مادر یا که پدر، یعنی بعد مثلا پیش مثلا چند سال پیش هیچی نمیگفت، من انتخاب میستادم چیزی میگفت، حاضر میگو چی میکنم. وقتی که شوهرم حقارت کرد بلند نیو پس تکک میگفتن که چی پدر خودت مادر خودت، و به هم خاطر میگو که چی یعنی چی گناهگار میشم، چی کار کنم، همین حرف تحمل میکنم. یکمش از روی شریعت نگاه کنیم. وقتی که کسی به شما ظلم کرد، کسی به شما ناسزا گفت، اگر شما هم به او گفتید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، میگوید الله، یعنی بدگویی رو، حقارت و دشنام رو الله اصلا دوست نمیدارد مگر اینکه شما مظلوم شده باشید، یعنی به شما کسی ظلم کرده باشد شما هم او را دشنام کرده میتوانید. اما مسئله زن و شوهری چیزی دیگر است. اگر شوهر بد اخلاق باشد و زن هم او گفت من هم میگویم گفت، چی پس چی بالا دیگر، یعنی در آنجا هیچ مودت نمیماند. یعنی در زندگی زن و شوهری، یعنی هر دو به بد اخلاقی یکدیگر بد اخلاقانه اگر جواب دادن، اون زندگی اگر چی پایدار باشد هم داخلش هیچ برکت نیست، هیچ رحمت نیست، مودت و رحمت نیست. به خواهر بگوید یعنی بعد از 30 سال بالا رفتن، این در اکثریت زنها هست، همین خیلی نیست، صبر میکنن بعد از 40 سالگی 45 سالگی دیگر و گفتی بعضی دیگر به عجوزه کمپیر تبدیل می شوند که نه زبانشان رو اداره کرده می توانند، حتی بعضی ها نه دستشان رو. زنها به خواهر بگید اینقدر وقت صبر کردی دوامش بهم صبر کن، زبانت رو نه آلای. برای چی میدانید؟ هر کسی که شما یعنی از روی ظلم حقارت کرد، حقارتش به خودش برمیگردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ کسی رو لعنت کردید، اون نفر لایق لعنت شما نبود، لعنت به خودتون برمیگردد. وقتی پدر و مادر اون زن رو دشنام داد، پدر و مادر اون زن خود گویا که پدر و مادر خودش رو دشنام داد. و سبحان الله، یکی از گناههای کبیره که اکثریت مردهای تاجیک، یعنی باز تاکید میکنم مردهای تاجیکستان به اون دست میزنن، همین دشنام کردن پدر و مادر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لعن الله من سب والدیه، الله لعنت کند هر کسی که پدر و مادرش را دشنام میدهد. صحابه ها حیران میشوند که آیا پدر و مادرمون رو دشنام میدهیم؟ همین خیلی انسانی، یعنی همین گونه انسان هم هست که پدر و مادرش رو دشنام میدهد. پیامبر میگن نه، پدر و مادر دیگری رو دشنام میدهی، او هم پدر و مادر تو رو دشنام میدهد. این چی است؟ یکی از گناههای کبیره که اکثریت مردها، یعنی حتی به نزدیکی خواهری که شوهرش اهل علم بود، یعنی تا جایی که من میدونم اهل تدریس است، به دیگران درس میدهد، میگه در خانه این همیشه با پدر و مادر دشنام میکند. که گفتم دیگر عمل کجا میرود وقتی که بر علا کاری که پیامبر لعنت کردن دست میزنید؟ یعنی با این نباید راه دهد. به خواهر بگوید تا این وقت صبر کردی دوامش به هم صبر کن، برای اینکه با بد اخلاق بودن در یک خانه دیگر وی خانه چه خیلی گفتم به جنگل تبدیل می شود. اما کاش تقوا میکردن مردهای ما، کاش تقوا میکردن و وقتی که با زن مشکلی دارن پدر و مادر او رو اینجا نمی آوردن. یعنی مصیبت ما این است، با زنت مشکلی داری پدر او رو به میان می آوری، مادر او رو به میان می آوری، در حالی که بعضی اون پدر و مادر بیچاره روحش هم خبر ندارد که دخترش چی کار دارد، بعضی دیگرش مرده است و در قبر است و حالت او رو فقط الله میداند. ما باشیم باز همون پدر و مادر بیچاره را که دیگر خدمتی کردش کم بود که باز دشنامی این یک چند زبان آلوده یا چه خیلی که گفتم ایمان آلوده، که اینها ایمان صافی پاکیزه ندارد. اونی که بر علا میداند الله، پیامبر گفتن لعنت کرده است الله اینها را، یا حتی دعای بد کردن که الله لعنت کند این گونه ها را، باز اینها پدرت رو به میان می آورند، مادرت رو به میان می آورند، چند نفر دیگرشون تا خواهر و عمه و خاله. که این رو چی میگویم؟ بد اخلاقی ملت ما هست یا بی ایمانی ملت ما هست که پروردگار اصلاح کند. اما نباید یگان زنه به این گونه مرد عیناً مثل خودش جواب دهد. خواهران عزیز، شما حد اقل شما زبانی خود را کنترل کنید، زبانی خود را به دست گیرید تا که فرزندها
از شما یاد بگیرن.